سلام. توی کامنت های ویدیوی قبلی گفته بودید که باید 3 تا کلاس انجام بدم، ولی اگه نتونم انجام بدم 2 تاشو باید اسممو بگم. حالا اون 3 تا چی بودن؟ باید با آب کلاس کنم که تو مرحله آسونه، با قایق و با نردبون که تو مرحله متوسط و سخت هستن. برای شروع هم دکمه سابسکرایب بزنیم. خب بریم که شروع کنیم. مرحله اول با آب بریم. خب میپریم و یک کلاس آسون میکنیم و سریع این کلاس رو تمام کنیم. اگه کلاس بعدی تونستم حتما ویدیو رو لایک کن. خب بریم برای متوسط که با قایقه. خب بپریم و ولی نشد. این کلاس رو ما نتونستیم انجام بدیم، ولی هنوز یه شانس دیگه داریم که نخوام اسممو لو بدم. برای همین میریم سر کلاس بعدی. خب ببینیم آیا میتونیم کلاس آخر رو انجام بدیم یا نه. خب میپریم. وای نزدیک بود ولی خب نتونستم. خب اسم من صادقه و حتما هم ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب کن و کامنت بذار و به هم انرژی بده. خداحافظ.